بسم الله. تو جامعه ما امروزی چاپلوسی زیاد شده. اونایی که میان تعریفات بیهوده میکنند و آدمو توش باد میکنن زیاد شدن. اما یادمون باشه راهش چی بود؟ پیامبر مدرسه ای تربیت کرده بود که اون یاران رو اگه کسی میومد براشون بهشون تعریفشون میکرد و حرف و میخواست اونا رو باد کنه، میگفتن نه این کارو نکنید. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون. بار الها منو محاسبه نکن به این حرفایی که این شاپلوسا میگن. واغفر لی ما لا یعلمون. و اون چیزی که تو من هست از گناهان و بدیهایی هست که تو میدونی اونا نمیدونن، اینها رو ببخش. همیشه یاد بگیریم تواضع کنیم، فروتنی کنیم. هر کسی، رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر کسی که برای خدا اینطوری تواضع کنه، فروتنی کنه، خداوند اینطوری اون رو رفعت و مکانت میده.